این اثر یک صحنه بسیار غم‌انگیز و تراژیک رو به تصویر کشیده. ما اینجا کودکی رو می‌بینیم که هنگام اجرای نمایش آکروباتیک به شدت زخمی شده. با توجه به شدت خونریزی و رنگ پریده پوستش به نظر میرسه که مرگش حتمیه. مادرش که در غم و اندوه عمیقی فرو رفته یک فالگیره و کارت آس پیک رو که نماد مرگ رو کرده. احتمالاً این مادر فالگیر مرگ رو پیش بینی کرده بوده، اما با بی‌توجهی پیشگوییش به حقیقت پیوسته. پدر هم همزمان غمگینه و احساس گناه میکنه، چون خودش هم یک آکروباته و یه جورایی با هدایت فرزندش به این مسیر خطرناک در وقوع این تراژدی سهیم بوده. از وسایل صحنه متوجه میشیم که کودک در تلاش برای راه رفتن روی طناب بوده که از اون سقوط میکنه و دچار جراحت میشه. افراد حاضر در اونجا با کنجکاوی سعی دارن بفهمن که آیا کودک زنده مونده یا نه. سگ کنار پدر به اندازه اون ناراحت به نظر میرسه و سگ دیگه انگار سعی داره مادر رو دلداری بده. اما در مورد جغد نمیتونیم اینو بگیم. جغد که معمولا نماد خرده، با نگاه به دوردست نشون میده که در اینجا خرد هیچ جایی نداشته و به جای اون نادانی غالب بوده. یک خانواده که بیخردانه عمل کردن و الان تاوان سنگینی رو میپردازن.